از غلامی و آزادی، معجزه بزرگ. قصه گذشتن حضرت موسی علیه السلام و قوم بنی اسرائیل از دریا یکی از معروف ترین روایت های دینی می باشد. حضرت موسی علیه السلام با فرمان خدا مردمش را که زیر ظلم فرعون قرار داشتند از مصر بیرون برد. آنها به سوی آزادی روانه شدند، اما فرعون با لشکری بزرگ آنها را تعقیب میکرد. وقتی که موسی علیه السلام و قومش به ساحل دریای نیل که در بعضی روایت ها بحر سرخ آمده است رسیدند، راهی پیششان بسته بود. از یک طرف دریا و از طرف دیگر لشکر فرعون نزدیک می شد. قوم به هراس افتادند و گفتند ما گرفتار می شویم. اما حضرت موسی علیه السلام با ایمان قوی گفت نه، پروردگار من با من است و او راه نشان می دهد. سپس خداوند به موسی علیه السلام وحی فرستاد که عصایش را به آب زند. حضرت موسی علیه السلام عصایش را به دریا زد و با قدرت خدا آب شکافته شد. دریا به دو طرف جدا گردید و در میانه راه خشک پیدا شد. موسی علیه السلام و قومش از میان دریا گذشتند. وقتی که همه سلامت به ساحل دیگر رسیدند، فرعون و لشکرش نیز به آن راه در آمدند تا آنها را تعقیب کنند. اما همین که آنها در میانه دریا رسیدند، خداوند امر کرد و آبها باز به هم آمدند. فرعون و لشکرش در آب غرق شدند